عرض سلام و ادب دارم خدمت شما وطندارای عزیزم در هر کجایی که هستید. امیدوار هستم صحتمند باشین. من دکتر شفیع الله نصرتی هستم و امروز میخوایم در مورد ازی صحبت بکنیم که آیا روماتیسم واکسین داره یا نداره. یک تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما بر ما پیام میگذارند که دکتر صاحب فلان جای اعلان کرده که ما بر روماتیسم واکسین میکنیم، بر دائم از بین میره، آیا حقیقت داره یا نداره؟ قسم شما میفهمین روماتیسم یک مرض مزمن پیشرونده و التهابی مفاصل است که در صورتی که کنترل نشود، دوا گرفتن نشود، امکان از این وجود داره که مفاصل کاملا تخریب بکنه، در مفاصل سوء شکل به وجود بیاید و بالاخره مفاصل توانایی وظیفویشان را از دست بدن. تداوی روماتیسم فقط عمی است که یک تعداد دواهای مشخص به خاطر از این وجود داره که از پیشرفت روماتیسم جلوگیری بکنه یا اونمو پروسه مرضی که باعث تخریب مفاصل میشه او را آهسته بسازه یا پروسه را بلاک بکنه. تا حال هیچ گونه واکسینی به خاطر روماتیسم وجود نداره. اگر کسی بر شما میگه که واکسین روماتیسم اصلا وجود نداره، از یک تعداد دواهایی که ما به نام لانگ اکتینگ استیروید یاد میکنیم یا دواهای استیرویدی که تاثیر طولانی مدت دارن، بعضا بر مریضا توصیه میشه که او دواها فقط درد مریض بر مدت تسکین میکنه و مریض بیچاره را هم میگن که شما رو واکسین روماتیسم کردیم و شما خوب میشین. ما تا حال در طبابت به خاطر روماتیسم اصلا واکسین نداریم، اما اگر شما روماتیسم دارین، وقتی که تشخیص شد که روماتیسم دارین، یک تعداد دواهای خاص به خاطر روماتیسم در طبابت وجود داره که ما برش دواهای گروه دیمارتس میگیم که این دواها فقط پروسه مرضی را آهسته میکنه، درد و شخی عضلاتی که به خاطر روماتیسم به میان آمده او را بهبود میده و بالاخره از پیشرفت مرض جلوگیری میکنه. اگر شما روماتیسم دارین باید او دواها را به شکل منظم تحت نظر دکتر متخصص استفاده بکنین تا اینکه روماتیسم شما کنترل شود. اما نه تداوی قطعی و دائمی و ریشه‌کنی به خاطر روماتیسم وجود داره و نه واکسین وجود داره. به خاطر بلند بردن سطح آگاهی عامه لطفاً ویدیو را با دوستایتان شریک بسازین و چنل یوتیوب دکتر شفیع نصرتی را همچنان سابسکرایب بکنین.